بیایید با هم ادونت گرانس درست کنیم. ادونت گرانس یکی از سنت‌های مهم کریسمس تو آلمانه که از یک حلقه تزئینی با شاخه‌های سبز و 4 تا شمع تشکیل میشه. این حلقه تو خونه‌های آلمانی از 4 هفته قبل از کریسمس استفاده میشه و هر یک شنبه ادونت یه شمع روشن میشه و نماد آمادگی، امید و انتظار برای کریسمسه. اصلا این رسم از کجا اومده؟ داستانش برمیگرده به یک کشیش که برای بچه‌های یتیم خونه یه چرخ چوبی بزرگ با 23 تا شمع کوچیک و 4 تا شمع بزرگ درست میکنه تا بچه‌ها بفهمن چقدر تا کریسمس مونده. بعدها این حلقه کوچیک‌تر شد و فقط 4 تا شمع باقی مونده. جالبه که هر کدوم از این بخشای مفهومی دارن. حلقه گرد نماد زندگی و چرخه طبیعت و جاودانگی، سبزی شاخه‌ها نماد زندگی و امید در زمستونه و 4 تا شمع 4 تا یک شنبه قبل از کریسمسه. خلاصه که هر هفته یه شمع روشن میشه تا نشون بده نور و امید هر روز بیشتر میشه و این سنت میگه با هر شمعی که روشن میکنیم یه قدم به روشنایی، آرامش، عشق و تولد دوباره نزدیکتر میشیم. حالا بگو ببینم ادونت گرانس من چطور شد؟